اینجا یک سوال دیگه آمده است که همین بوی بیستراو در اسلام چه حکمش؟ جنگ دو نفر اگر توضیح باشه که به واسطه پول خاطر باشه، اگر از دو جانب باشه خمار میشه و حرام و چند چیزی را که پیامبر از دیدگاه اسلام بیان کردگی است. یکی پیامبر میگه فرزنداتون تعلیم بدین شناوری سباحت، شناوری عبوده یا چون بدین. دیگه رمایت تیراندازی، تیرانداختن خیلی که تیراندازی یک نوزه پیکه و دور زمان روز یک نه وزیر زمان شکل تیراندازی را یاد بتین، شناوری را یاد بتین، اسداونی را یاد بتین، گوشتینگیری را یاد بتین. یعنی همه سپورت همه نمودش رخصت دارد. فقط پیامبر در حدیث زدن دارو را منع کردگی است. ولا تضربوا الوحش، دارو زدن. بهترین گوهرهایی که خدا خلق کردگی است در آدم، بهترین گوهرها همه اون رو خدا در سر خلق کردگی است. شما ببینید شنوایی در سر است، بینایی در سر است، گویایی در سر است، چشایی در سر است، زبان نطقه در سر است، عقل همین سنتر در همینجا است. مثلا همه همین سیستمی که مثلا نرم سیستم اومدگی تو کنشنی کشن همش در سر است. وقتی مش خطیزات کلیاک دیگر بود چشم خیره میشه و نیره میشکنن مشوش باید اما عمر دروزی نمیبینن. زدن دارو را پیامبر منع کرده است. ولا تضربوا الوجه، دارو نزنید. بود از دیگر حدیث میگه اتقوا فراست المؤمن، فراسه مؤمن احترام داشته باشین، دارو نزنید. این اکثر حدیثات پیامبر رو را اطراف منع کرده. بهترین گوهرها شما ببینید همین بینایی نرخ ندارن، شنوایی نرخ ندارن، یا گویایی و چشایی و زبان عقل بهترین گوهرهایی هست که خدا در همین سر خلق شده. یعنی گوی بیسپرا فقط همین مشقتی در همون بزنن مشقتی دیگه هم چی میشه آقا؟ برای همون چیزایی که سپورت هایی که گفتیم در طریق حدیث هست فایده برای انسان هست. سپورت هم وقت حتی برای بعضی آدم واجب است. همین تربیه بدن فرده چخیل میپوشی که خنک نخوری، میخوایی که گرسنه نمونی. باید این مشق هم داشته باشی که ارگانیسم تر نابود نکنی. همین نعمت دودگی خدا را برباد نتی. همین نعمت دودگی خدا را تو مشب میکنی، دارم به تو کرش میکنی، دیوانه هاتش میکنی.